بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشنده مهربان. حمیم والکتاب المبین. ها میم، سوگند به کتاب روشنگر. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ما آن را قرآنی به زبان عربی پدید آوردیم باشد که خردورزی کنید. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. این کتاب که بلند مرتبه و حکمت آموز است در لوح محفوظ نزد ما ثبت شده است و دستخوش تغییر نخواهد شد. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. آیا به صرف این که شما مشرکان گروهی اسراف کارید و پیام الهی را انکار می کنید نزول قرآن را از شما باز داریم؟ وكم أرسلنا من نبي في الأولين. چه بسیار پیامبرانی که در میان پیشینیان فرستادیم. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. ولی هر پیامبری به سوی آنان می آمد مسخره اش می کردند. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ما افرادی نیرومندتر از مشرکان مکه را هلاک کرده ایم و داستان عبرتانگیز پیشینیان گذشت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ای پیامبر، اگر از مشرکان بپرسی آسمانها و زمین را چه کسی آفریده است قطعاً میگویند الله شکست ناپذیر دانا. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. همان پروردگاری که زمین را محل آسایش شما قرار داد و برایتان در آن راههایی پدید آورد تا راه یابید. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. و همان کسی که از آسمان باران را به مقدار معینی فرستاد، آنگاه سرزمین خزان زده و خشک را به وسیله آن حیات بخشیدیم. شما نیز همین گونه از گورها بیرون آورده میشوید. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. پروردگاری که تمام مخلوقات را آفرید و برایتان از کشتیها و چارپایان وسیله سواری پدید آورد. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. تا بر پشت آنها قرار گیرید و آنگاه که بر آنها قرار گرفتید نعمت پروردگارتان را یاد کنید و بگویید پاک و منزه است کسی که این وسیله را در خدمت ما گماشت و ما خود توان این کار را نداشتیم. و اینا الی ربنا لمنقلبون. و ما به پیشگاه پروردگارمان باز می‌گردیم. و جعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. مشرکان از میان بندگان الله برایش سهمی از فرزند قرار دادند. به راستی که انسان آشکارا ناسپاس است.
ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنین آیا میپندارید الله از میان آفریدگانش دختران را انتخاب کرده و پسران را به شما اختصاص داده است؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اما هرگاه به یکی از آنان همان چیزی را بشارت دهند که برای الله رحمان قائل هستند، در حالی که خشم خود را فرو می‌خورد، چهرهش از اندوه تیره می‌گردد. أَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. آیا کسی را که در زیور و راحتی پرورش می‌یابد و در هنگام جدال قادر به تبیین مقصودش نیست، به الله نسبت می‌دهید؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ستكتب شهادتهم ويسألون. مشرکان فرشتگان را که بندگان الله رحمانند مؤنث پنداشتند. آیا به هنگام آفرینش آنان حضور داشتند؟ سخنانشان ثبت می گردد و در روز قیامت بازخواست خواهند شد. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. آنان برای توجیه شرک خود میگویند اگر الله رحمان میخواست ما فرشتگان را پرستش نمی کردیم. آنان در مورد این سخن بی اطلاعند و جز سخن دروغ نمیگویند. ام آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون. آیا پیش از قرآن کتابی به آنان داده ایم که بدان استدلال کنند؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. بلکه میگویند نیاکانمان نیز همین آیین را داشتند و ما نیز راه آنان را دنبال میکنیم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. پیش از تو نیز هر پیامبر هشدار دهنده ای را به هر شهری فرستادیم. ثروتمندان سرکش آن شهر می گفتند نیاکانمان نیز همین آیین را داشتند و ما نیز راه آنان را دنبال می کنیم. قال اولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. پیامبرشان می گفت اگر آیینی هدایت بخشتر از آنچه نیاکانتان داشتند آورده باشم باز هم از آنان پیروی می کنید؟ آنان در پاسخ می گفتند آری، پیامی را که مأمور ابلاغ آن شده اید انکار می کنیم. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. ما نیز از آنان انتقام گرفتیم، پس بنگر که سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بود. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. یاد کن هنگامی را که ابراهیم به پدر و قومش گفت از آن چه شما میپرستید بیزارم. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. مگر از کسی که مرا آفریده است که او هدایتم خواهد کرد.
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ابراهیم یکتاپرستی را در میان نسل‌های پس از خود سخنی ماندگار قرار داد، باشد که به پیشگاه الهی بازگردند. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبین. این مشرکان مکه و پدرانشان را از نعمتهای دنیا برخوردار کردم تا آنکه قرآن و پیامبری روشنگر به سراغشان آمد. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. و آنگاه که قرآن بر آنان ارائه شد گفتند این جادوست و آن را انکار می‌کنیم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. و گفتند چرا این قرآن بر مردی بزرگ از دو شهر مکه و طائف نازل نشده است؟ اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ ماییم که روزی و معیشت آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده ایم و آنان را نسبت به هم به درجاتی برتری بخشیده ایم تا از خدمات متقابل یکدیگر استفاده کنند و رحمت پروردگارت از اموالی که جمع می کنند بهتر است. ولولا ان يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. اگر نگرانی از آن نبود که همه مردم در دنیا طلبی و انکار الله یک گروه شوند، سقف خانه کسانی را که به الله رحمان ایمان ندارند از نقره قرار میدادیم و نیز پله‌هایی در آن می‌نهادیم که بتوانند از طبقات آن خانه بالا روند. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. و برای خانه هایشان درهایی از طلا می‌گذاشتیم و همچنین تخت‌هایی قرار می‌دادیم که بر آن تکیه زنند و تجمل و زینت‌های فراوان برایشان فراهم می‌کردیم و تمام اینها بهره ناچیز زندگی دنیاست و آخرت نزد پروردگارت برای پرهیزکاران است. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هر که از یاد الله رحمان دل بگرداند شیطانی بر او میگماریم تا همنشینش باشد و همواره فریبش دهد. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. شیاطین این گروه را از راه الله باز می‌دارند ولی آنان گمان می‌کنند که هدایت یافتند. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. تا آنگاه که در قیامت نزد ما بیاید به شیطان همنشینش میگوید ای کاش میان من و تو فاصله ای به دوری شرق و غرب بود، چه همنشین بدی بودی.
ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الله می‌فرماید امروز پشیمانی سودی به حالتان نخواهد داشت، زیرا ستم کرده اید و همگی در عذاب شریکید. افأنت تسمع الصم او تهدی العمي ومن كان في ضلال مبين. ای پیامبر، آیا می توانی پیام خود را به گوش ناشنوایان برسانی یا نابینایان و گمراهان آشکار را به راه راست هدایت کنی؟ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. اگر هم تو را پیش از عذاب آنان از دنیا ببریم، در هر حال از ایشان انتقام خواهیم گرفت. او نرینك الذی وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. یا عذابی را که به آنان وعده داده ایم در دوران حیاتت به تو می نماییم، بی تردید ما بر آنان اقتدار کامل داریم. فاستمسك بالذي اوحي إليك إنك على صراط مستقیم. پس به آنچه بر تو وحی می شود تمسک بجوی که بیگمان بر راه راست قرار داری. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. تردیدی نیست که قرآن برای تو و قومت مایه اندرز و سربلندی است و در روز قیامت درباره ایمان و عمل به آن بازخواست خواهید شد. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. از پیامبرانی که پیش از تو فرستادیم بپرس که آیا غیر از الله رحمان معبودانی برای پرستش قرار داده ایم؟ نه، هرگز چنین نیست. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. ما موسی را با معجزات خیش به سوی فرعون و سران قومش فرستادیم و به آنان گفت من فرستاده پروردگار جهانیانم. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. و چون آیات و معجزات ما را بر آنان ارائه کرد، همگی به آنها خندیدند. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. هر معجزه‌ای به آنان ارائه دادیم یکی از دیگری بزرگتر بود و چون همه را تکذیب کردند به عذاب گرفتارشان کردیم. باشد که از کفر بازگردند. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. پس هنگامی که گوشه‌هایی از عذاب الهی را چشیدند گفتند ای جادوگر، از پروردگارت بنا به عهدی که با تو دارد بخواه تا عذاب را از ما دور کند که ما دیگر راه یافته ایم. فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون. و چون عذاب را از آنان برداشتیم پیمان شکستند. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فرعون در میان قوم خود ندا سر داد و گفت ای قوم من، آیا فرمان روایی مصر در اختیار من نیست و این نهرها از دامنه قصر من جریان ندارد؟ آیا قدرت و عظمتم را نمی بینید؟
ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین. من از این مرد بی مقدار که حتی نمیتواند به روشنی سخن بگوید شایسته ترم. فلولا القی علیه اسورة من ذهب او جاء معه الملائکة مقترنین. چرا به نشانه سروری دستبندهای زرین از آسمان بر او افکنده نشده است تا ثابت شود که پیامبر است؟ یا چرا فرشتگان همراهش نیامده اند؟ فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقین. او قوم خود را به بیخردی و سبکسری کشاند و همگی مطیع او شدند، زیرا نسبت به اوامر الهی نافرمان بودند. فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین. پس چون ما را به خشم آوردند از آنان انتقام گرفتیم و همگی را در دریا غرق کردیم. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین. آنگاه آنان را در شمار پیشگامان کفر و نافرمانی و عبرتی برای آیندگان قرار دادیم. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه یصدون. و چون داستان تولد پسر مریم مطرح شد، قوم تو که گمان کردند می توانند مانند مسیحیان چند معبود داشته باشند، به ناگاه شادی و هیاهو به راه انداختند. وقالوا آلهتنا خیر ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. و گفتند معبودان ما بهترند یا عیسی؟ آنان این سخن را تنها برای جدال با تو عنوان کردند، به راستی که گروهی ستیزجو هستند. این هو الا عبد انعمنا علیه وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل. عیسی فقط بنده است که بر او نعمت رسالت ارزانی داشتیم و او را نمونه ای از قدرت الهی برای بنی اسرائیل قرار دادیم. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون. اگر می‌خواستیم همه شما انسانها را نابود می‌کردیم و به جایتان فرشتگانی پدید می‌آوردیم که در زمین جانشین شما شوند. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هذا صراط مستقیم. تولد عیسی و معجزه حیات بخشیدنش دلیلی برای قیامت است، پس هرگز در مورد قیامت شک نکنید و پیرو من باشید که راه راست همین است. ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبین. آگاه باشید که شیطان شما را از راه الله باز ندارد، چرا که او دشمن آشکار شماست. ولما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتكم بالحکمة ولأبین لكم بعض الذی تختلفون فیه فاتقوا الله وأطیعون. و چون عیسی معجزات و نشانه های روشن بر آنان ارائه کرد، گفت من برای شما حکمت آوردم تا بدان راه یابید و برخی از موارد اختلافتان را روشن کنم، پس از الله پروا کنید و مطیع دستورهای من باشید. ان الله هو ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. الله پروردگار من و شماست، پس او را بپرستید که راه راست همین است. فاختلف الاحزاب من بینهم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم الیم. آنگاه
گروه‌های مختلف بنی اسرائیل میان خود درباره عیسی دچار اختلاف شدند. پس وای بر ستمکاران از عذاب روز دردناک. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ آیا جز این انتظار دارند که قیامت در حالی که غافلند ناگهان بر آنان فرا رسد؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. دوستان دنیایی در آن روز دشمن یکدیگرند مگر پرهیزکاران. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الله به آنان می‌فرماید ای بندگان پرهیزکار من، امروز ترس و اندوهی نخواهید داشت. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. همان بندگانی که به آیات ما ایمان آوردند و تسلیم فرمان ما بودند. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. شما و دیگر مؤمنانی که همچون شما هستند به بهشت درآیید تا از نعمتهای جاودانش بهره‌مند گردید و شادمان شوید. یطاف علیهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. ظرفها و جامهای زرین پیرامونشان می‌گردانند و هرچه دلها بخواهد و دیده‌ها لذت برد در آنجا هست و شما در بهشت جاودانه اید. و تلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون. این همان بهشتی است که در برابر رفتارتان به شما داده اند. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. در آنجا میوه‌های فراوانی در اختیار دارید که از آنها میخورید. ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون. بی تردید مجرمان در عذاب دوزخ جاودانند. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. در حالی که عذاب از آنان کاسته نمی شود و در یأس و نومیدی فرو رفتند. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ما به آنان ستم نکردیم بلکه آنها خود به خویشتن ستم می کردند. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون. دوزخیان نگهبان آتش را صدا میزنند و فریاد برمیارند ای مالک، کاش پروردگارت کار ما را یکسره کند و بمیراند. او میگوید نه، شما در این عذاب ماندگارید. لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. به راستی ما حق را برای شما آوردیم ولی بیشترتان از آن کراهت داشتید. ام ابرموا امرا فإنا مبرمون. آنان عزم خود را برای توطئه علیه تو جزم کردند. ما نیز اراده محکمی بر ناکام گذاشتن ایشان داریم. ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. آیا میپندارند که ما سخنان سری و نجوایشان را نمیشنویم؟ آری، فرشتگان ما در کنارشان همه چیز را ثبت میکنند. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ای پیامبر، به مشرکان بگو اگر به فرض محال الله رحمان فرزندی داشت من نخستین پرستشگر او بودم.
سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. معبود یکتایی که پروردگار آسمان ها و زمین و عرش است از توصیف جاهلانه آنان منزه است. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. پس ای پیامبر آنان را به حال خود بگذار تا یاوه‌گویی کنند و به بازی سرگرم باشند تا سرانجام با روز موعود مواجه شوند و سزای اعمالشان را ببینند. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. اوست که در آسمان و زمین معبود است و او حکیم داناست. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. پربرکت و بزرگوار است کسی که فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست از آن اوست و آگاهی از لحظه برپایی رستاخیز تنها در اختیار اوست و همگی به پیشگاه او بازگردانده میشوید. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. کسانی که مشرکان به جای الله به نیایش میخوانند قادر به شفاعت نیستند مگر افرادی که به کلمه توحید و حق گواهی میدهند. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. اگر از مشرکان بپرسی چه کسی آنان را آفریده است مسلماً میگویند الله، پس چگونه از حق برمیگردند؟ وقیله یا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. شکایت و سخن پیامبر این بود: پروردگارا اینان قومی هستند که ایمان نمی آورند. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. پس ای پیامبر از آنان درگذر و برای رهایی از شرشان بگو سلام بر شما. به زودی خواهند دانست که عذابشان چگونه است.